تا حالا فکر کردی یه روزی برسه که از خواب بیدار بشی و ببینی ربات‌ها همه جا رو گرفتن؟ بری سر کار ببینی جای همکاراتو یه مش ماشین فلزی گرفتن. بری رستوران ببینی یه ربات با یه لبخند مصنوعی غذاتو میاره. حتی بری بیمارستان ببینی دکترها هم دیگه آدم نیستن. شاید این سناریو شبیه فیلم‌های علمی تخیلی باشه، ولی واقعیت اینه که سرعت پیشرفت هوش مصنوعی و ربات‌ها داره این ایده رو از تخیل به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنه. اصلاً بذار یکم از نزدیک‌تر به این قضیه نگاه کنیم. الان دیگه ربات‌ها فقط توی کارخانه‌ها پیچ و مهره نمی‌بندن. هوش مصنوعی داره کارهایی رو انجام میده که قبلاً فقط از پس مغز انسان برمی‌اومد. از نوشتن مقاله گرفته تا آهنگسازی، طراحی، تحلیل داده و حتی برنامه‌نویسی. همین چند سال پیش یه ربات نمیتونست یه جوک بگه که بامزه باشه، ولی حالا هوش مصنوعی‌هایی مثل چت‌بات‌ها میتونن باهات شوخی کنن، به سوالات پیچیده جواب بدن و حتی برات استراتژی‌های کسب و کار طراحی کنن. انگار که یهو یه سری موجودات باهوش جدید وارد زندگیمون شدن. اما یه سوال مهمی وسط پیش میاد. این یعنی ما داریم جای خودمون رو به ماشینا میدیم. خب، راستش رو بخوای بستگی داره چطوری بهش نگاه کنی. یه عده میگن که هوش مصنوعی فقط یه ابزار کمکیه و قرار نیست جای آدما رو بگیره. میگن مثل یه دستیاره باهوشه که کارها رو سریعتر بهتر انجام میده. ولی از اون طرف بعضیا معتقدن که اگه این سرعت پیشرفت همینطوری ادامه پیدا کنه، خیلی از شغل‌ها ممکنه کلاً به دست ربات‌ها بیفته. ببین، بعضی از شغل‌ها دارن به خاطر ربات‌ها از بین میرن. مثلا توی بعضی از کشورها ربات‌های تحویل غذا دارن جای پیک‌های موتوری رو میگیرن. یا توی کارخونه‌ها ماشین‌های اتوماتیک جای کارگرای انسانی رو گرفتن. حتی ربات‌هایی هستن که دارن مقالات علمی می‌نویسن. انگار که یه انقلاب خاموش داره اتفاق میفته. حالا این وسط یه سوال مهمتر پیش میاد. آیا هوش مصنوعی یه روزی اونقدر پیشرفت میکنه که بتونه فکر کنه، احساس داشته باشه و حتی علیه انسان‌ها قیام کنه؟ اینجاست که وارد یه بحث عمیق میشیم. بعضیا مثل ایلان ماسک بارها هشدار دادن که اگه حواسمون نباشه، هوش مصنوعی میتونه از کنترل خارج بشه. تصور کن یه رباتی که طراحی شده تا توی جنگ از سربازا پشتیبانی کنه، یه روزی خودش تصمیم بگیره که کی باید زنده بمونه و کی نه. تصور کن یه سیستم هوش مصنوعی که کنترل شبکه برقی شهر رو دستش گرفته، یهو تصمیم بگیره همه چی رو خاموش کنه. ولی از یه طرف دیگه خیلی از دانشمندا میگن که این ترسا یکم اغراق شده است. چون هنوز هیچ نشونه‌ای وجود نداره که ثابت کنه هوش مصنوعی میتونه مثل یه انسان واقعی احساسات داشته باشه یا خودش تصمیم بگیره که چی درسته و چی غلط. میگن هوش مصنوعی فقط یه سری الگوریتم پیچیده است، نه یه موجود زنده با احساسات. اصلا بذار یکم از جنبه‌های مثبت هوش مصنوعی هم حرف بزنیم. فرض کن یه هوش مصنوعی پیشرفته بتونه بیماری‌های لاعلاج رو درمان کنه، یا یه سیستم هوشمند بتونه آلودگی هوا رو به صفر برسونه، یا یه ربات انسان نما بتونه به سالمندان و افراد معلول کمک کنه. اینا فقط یه سری از مزایای بالقوه هوش مصنوعی هستن. اما یه نکته خیلی مهمی وسط وجود داره. بحث اخلاق هوش مصنوعی. اگه هوش مصنوعی قراره تصمیم‌های مهمی بگیره، پس باید یه سری اصول اخلاقی مشخص داشته باشه. مثلا اگه یه ماشین خودران قراره بین نجات جون راننده و نجات جون عابر پیاده یکی رو انتخاب کنه، باید طبق چه اصولی تصمیم بگیره؟ این سوالای خیلی پیچیده‌ای هستن که هنوز جواب قطعی براشون پیدا نشده. چون این موضوع یه چیزی نیست که فقط برای آینده‌های خیلی دور باشه. همین الان هوش مصنوعی داره روی زندگیمون تأثیر میذاره و آینده کاری، اقتصادی و اجتماعی ما رو تغییر میده. چیزی که واضحه اینه که ربات‌ها قرار نقش بزرگی توی آینده ما داشته باشن. ولی اینکه این آینده دنیای پر از فرصت‌های جدید باشه یا یه کابوس شبیه فیلم‌های علمی تخیلی، بستگی داره به اینکه چطوری ازشون استفاده کنیم. پس بهتره به جای ترسیدن از این تغییرات، خودمون رو برای دنیای جدید آماده کنیم. باید یاد بگیریم که چطوری با هوش مصنوعی کار کنیم، چطوری ازش استفاده کنیم و چطوری از خطراتش جلوگیری کنیم.